صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. بعد مرگ ناگهانی فیلیپ دو که بر اثر سوءقصد روی داده بود، اسکندر به تخت مقدونیه نشسته با بهانه ستانیدن قصاص پدر اول به مقابل دشمنان داخلی و سپس رقیبان خارجی خود مبارزه آشتی ناپذیر برد و چند نگذشته موقع خود را هم در مقدونیه و هم در سراسر یونان استوار نمود. اسیان‌های ضد مقدونی که سال 335 تا میلاد در بعضی شهرهای یونان و مضافات‌های آن سر زده بود، اسکندر مقدونی را وادار نمود که فوراً لشکر کشیده اسیانگران را سرکوب سازد و به جای پدر همچون گیگیمون و سرفرمانده قشون‌های متحده الینی اعتراف گردد. کوشش‌های دارایسه برای استوار نمودن مقام خود در آسیای خرد و ساحل‌های بحر میانه زمین، همچنین از جهت مالیوی دستگیری کردن شهر و مضافات‌های آشوب کرده بر ضد مقدونیان چندان قرار نگرفت و عاقبت هجوم اسکندر مقدونی را به امپریای پهناور هخامنشی‌ها در سال 334 پیش از میلاد به بار آورد. اسکندر مقدونی همگی 20 ساله بود که به تخت شاهنشاهی نشسته و عزم جهانگیری نمود. لشکر او اساساً از دو قسم اساسی، مقدونی‌ها و یونانی‌های عضو اتحاد کارینف گرد آمده بود. او با واسطه گلسپاند در دنیل حاضره به آسیای خرد گذشته با 5000 قشون سواره، 30,000 قشون پیاده و اتریادهای وزنین یراق و جنگاوران زود عمل کننده سبک سلاح در محاربه نزد دریای گرانیکا ماه می سال 334 پیش از میلاد ارمیای سرشمار هخامنشی را تارمار کرد و شهرهای یونانی آسیای خرد را آزاد نمود. با قشون اسکندر مقدونی سرلشکران با استعداد پارمنیان، انتیپاتر، فیلوتا، پتولمی لاگ، پردیکا و دیگران سروری می‌کردند. قطع نظر از 3 برابر افزون بودن قشون هخامنشیان، اسکندر مقدونی دارای 3 را در نزدیکی ایسا تیرماه سال 333 پیش از میلاد سخت شکست داد و او را به فرار وادار نمود. سپس اسکندر مقاومت فینیکیه را برطرف نموده بندرهای شرقی بحر میانه زمین را اشغال کرد. زمستان سال 332 پیش از میلاد دروازه‌های مصر برویش گشاده گردید و کاهنان والا مرتبه او را پذیرایی و ارجگذاری نمودند. از روی اخبار واقعه‌نگاران و مورخان عهد عتیقه آریان، کوینت کورسیروف، دیودور و دیگران، اسکندر مقدونی بعد غلبه در محاربه گاوگامیل که 1 اکتبر سال 331 پیش از میلاد رخ داده بود، با تنتنه اعلان کرد که حکمرانی شاهنشاه دارای کدومان در قلمرو پارس خاتمه یافت. واقعا لشکری از غلبه ها روح بلند گردیده اسکندر قریب به یگان مقاومت سوی شهر آوازدار بابل روانه گردید و روحانیان با نفوذ و اشراف زاده های بابلی دروازه های این شهر دارای استحکام پرقوت را بس آسان برویش گشادند. تاریخ بشر بعضا تکرارهای حیرت انگیز و مانندی‌های عجیبی حادثه ها را ایجاد می‌کند. کوروش کبیر هنگام لشکرکشی و کشورکشایی‌ها به سوی بابل آوازدار و مغلوب ناپذیر از دیوارهای استوار و استحکام حربی معجزه‌آسای این شهر بسا اندیشه داشت. موافق معلومات گرداد شهر مربع اساس را دیوار بزرگ احاطه می‌کرد که دور آن 480 استادی
тақрибан 80 километр меомад. деворҳои муҳташами Бобул 50 оринҷ ки дарозии он тақрибан ба 0,4 метр баробар меояд паҳноӣ ва 200 оринҷ баландӣ доштанд ва аз болои ин деворҳои паҳну бо манораҳои дидбонӣ иҳота шуда ду аробаи чораспа бемалол рафтуом мекард. дар давродаври шаҳр 100 дарвозаи ғафси мисин устувор буд ки онҳоро бо зарби даҳҳо манҷаниқ рахна задан имкон надошт. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.